بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان من و آنانی که صدای ما را میشنوید و هموطنان عزیز، ما شما را به مناسبت فرارسی این ماه مبارک شریف رمضان تبریک و مبارک باد میگیم که الله سبحانه و تعالی البته این ماه پرفیض، ماه پربرکات، ماه پر ناز و نعمت بگرداند. شاعر میگوید با فیض و احسانش ماه رمضان آمد، با رزق فراوانش ماه رمضان آمد. اینچنین خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شأن در سوره بقره آیه 186 اعلام می‌دارد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. یعنی سخنی الله سبحانه و تعالی است که ماه رمضان ماه مبارک است که در این قرآن عظیم و شأن نازل شده است. عزیزان من، قرآن عظیم و شأنی که ما شما در دست داریم انشاءالله در همین ماه شدگی است، انشاءالله خدا خواهد نازل شدگی است. برای همین پیامبر اسلام تن که هر کی خرسند شود یعنی به آمدن ماه شریف رمضان حرام میگردد خداوند جسد او را یعنی از آتش دوزخ انشاءالله. چون این درجه ها داره. برامین ما شما این وقت داره این چیزا را غنیمت دونسته. البته خدا خواهد روزه را گیریم. روزه خدا خواهد برای بچه ها از سینی 12 بالا، از برای دخترها خدا خواهد انشاءالله از 9 بالا همه روزه گیرد. این سنجشی الله